ببینم پیرمرد، تو برامون خبری چیزی نداری؟ چی داری میگی؟ شوخیت گرفته؟ مگه من تو رو میشناسم که برات خبر بله درسته نمیشناسی، ولی خب حالا آشنا میشی، این که ناراحتی نداره. ما تازه اومدیم اینجا، شنیدیم که تو از همه چیز با خبری، در واقع یه جورایی هم دهنت لقه، درسته؟ تو داری با من شوخی میکنی؟ من اصلا متوجه منظورت نمیشم. فکر نمی‌کنی اونا یه خود زود رسیده باشن؟ به نظر من که خیلی زود. آره یعنی چی کار دارن؟ خب بگو ببینیم امروز چه خبر؟ همینجوری سرتو انداختی پایین اومدی جلوی ما وایستادی؟ ما خیلی وقت اینجا وایستادیم. من فکر نمی‌کنم تو رو بشناسم. من از آدمایی که زیاد حرف میزنن اصلا خوشم نمیاد. میدونی اینجور آدما رو بهشون میگن وراد. ببینم چی گفتی؟ اون برگشته! اون برگشته! اون داره میاد، بهتره هر چه زودتر برید دنبال کارتون. با همتون هم زود باشید دیگه. سلام. سلام. آره چطوره؟ متشکرم پسرم. خب بگو ببینم تو کی برگشتی؟ من همین امروز اومدم. خواهرام هم برگردوندم. سبان امروز میخوام زیباترین سلامی رو که بلدم نثار تو بکنم. تو واقعا دوست داشتنی هستی. میدونی سبان، نمیدونم چطور باید بهت بگم. این یه نامه است که تمام احساسات من توش نوشته شده. اونو نوشتم تا بدونی یه عاشق معمولی نیستم. قبولش کن. چی رو قبول کنم؟ داری با کی حرف میزنی؟ به تو چه؟ من با تو حرف نزدم، داشتم با محبوبم صحبت میکردم. یعنی داشتم تمرین میکردم که وقتی دیدمه چجوری باش روبرو بشم. فهمیدی؟ تو چرا خودتو قاطی میکنی خیلی؟ کیه؟ بگو کی قراره ازدواج کنید؟ ای بابا به تو چه ربطی داره؟ مگه تو آرایشگری؟ مگه اون سگ بیاد زیر دست تو بشینه؟ آره؟ ببینم شما آرایشگر سگی؟ نه خیر حرفی بی خود میزنه. شما بشینید. اگه چشماتو باز کنی میبینی خودت هم مثل سگی. بابا با شما نبودم که، با اون فضول بی تربیت بودم. ای چی کار داری میکنی؟ پودرمو تموم کردی بدش. بس دیگه خسیس. مگه چقدر ازش زدم؟ هنوز یه عالمه توش هست. نگاه کن. بذار به خودت هم بذارم که بگن ندی. دیوونم کردی. من که دیوونه بودم. میبینی آقا؟ ای وای وای. چی شد؟ برگشتی؟ نکنه تغییر عقیده دادی ها؟ نه دوست من، اون مزاحم همیشگی پیدا شد، بازم اومد. کیو میگی؟ یادم هیتلر رو میگم دیگه. چیه؟ خواهش میکنم از اینجا برو. من دنبال دردسر نمیکردم. ازت خواهش میکنم برو. چی فکر کردی؟ من خودم دوتای اونو حریفم، حسابشو میرسم. یادت باشه هیچ کس نمیتونه یه عاشقو از کارش منصرف کنه، حتی اگه اون آدم هیتلر باشه. من هر طور شده این نامه رو به دستش میرسونم. این نامه باید به دست اون برسه. من خودم این کار انجام میدم.
چند بار باید حرفمو به شما بگم؟ چند بار؟ شما خودتون هستید که باعث این گرفتاری‌ها میشید. تا وقتی که شما قدر خودتون رو ندونید و حواستون رو جمع نکنید، زحمات من همش بی نتیجه است. آخه من چقدر میتونم خودم رو درگیر کنم؟ اصلا هیچ کدوم فکر کردید؟ کسی که نامه رو نوشته اشتباه نکرده. اشتباه از جانب کسیه که نامه براش نوشته شده. در واقع مقصر اصلی اونه. خب اینجوری با این کاراتون منم کوچک و خار میشم. من از خواهرای خودم میخوام اون کسی که باعث و بانی این جریان بوده خودش بیاد و همه چی رو توضیح بده. همه چی رو توضیح بده. بهت گفتم توضیح بده. خب راستش میدونید برادر، اون دوست راجاست. کجا باش آشنا شدی؟ تو راه خونه. خاله؟ خاله جان؟ خاله؟ سلام، چی شده؟ خاله راج کجاست؟ ببینم اتفاقی افتاده؟ من باید اونو پیدا کنم. چرا؟ مگه چیزی شده؟ خاله من یه جوونم، خواهرم هم همینطور. راجا میدونی که من روی اونا حساسم. اون وقت راجا اجازه داده دوستش مزاحم خواهر من بشه و براش نامه بنویسه. به نظر شما این کار درسته خاله جان؟ ولی پسرم کی اینا رو به تو گفته؟ اسم اون آدم پریم خاله جان. پریم، اون پسر خیلی خوبیه، نگران نباش. بله، برای همینم است که بیشتر از اونای دیگه ممکنه مشکل پیش بیاره. اون خودشو خوب نشون میده و هر کاری میخواد میکنه. راجا کجاست؟ حالا بهتره ساکت باشی. سلام عمو جان. مسئله پیش اومده که صبح به این زودی اومدی اینجا؟ نه خیر، موضوع مهمی نیست، شما نگران نباشید عمو جان. من که میدونم حتما باز مربوط به خواهرات میشه. ببین تو این دنیا فقط تو نیستی که خواهرای جوان داری. من خودم پدر یه جوانم. اگه میخواستم به هر کسی که به اون نگاه میکنه شک کنم الان وضعیتم بدتر از این بود. تو خودت داری درد سر درست میکنی. خواهرای تو دخترای خیلی خوبی هستن اما تو مرتب به اونا شک میکنی. خوبه دیدین چطوری طرفداری کرد؟ وقتی کسی اینطوری فکر میکنه چطور توقع دارین اونا متوجه بشن؟ میبینید خاله جان، مثلا شما فامیل ما هستید، یعنی واقعا من دارم اشتباه میکنم شما بگید. یه دقیقه صبر کن، من الان برمیگردم پسرم. ببینید واقعا متاسفم، چون زمانی که شما برای تحویل کار میخواید با برنامه من جور در نمیاد، چون تو اون تاریخ اصلا اداره ما کار تحویل نمیده. واقعا متاسفم. من باید هر طور شده رئیس رو ببینم. فهمیدین چی گفتم؟ بعدم باتون تماس میگیرم. باشه؟ همین که گفتم، من از اینجا تکون نمیخورم تا رئیس رو ملاقات کنم. یا این ملاقات صورت میگیره یا من همینجا این ورقا رو تیکه تیکه میکنم و میریزم هوا. پریم اینجا چه خبر شده؟ تو خودت میدونی من برای چی اومدم اینجا. خیلی هم خوب میدونی. 3 مسئله وجود داره که باید در مورد تک تکشون به من توضیح بدی تا همه چیز روشن بشه. تو چرا من نگفته بودی که هیتلر برادر اونه؟ اگه من میدونستم هیچ وقت این حماقت رو مرتکب نمیشدم. تازه بقیه‌اش باقی مونده. اگه اون بخواد منو بکشه کی میخواد جواب بده ها؟ کی میتونه جلوشو بگیره؟ اون با اولین تنابی که جلوی دستش باشه منو خفه میکنه و میکشه. خب آخه چرا؟ پریم من چرا؟ پریم من مسئله رو حل میکنم. چجوری؟ تو بتونی کاری بکنی اون با موتورش اومده منو کشته و با خودش برده، غیر از اینه؟ پریم سعی کن یکم آروم باشی، اینجا محل کار منه، نباید اینقدر سر صدا کنی. به من دست نزن، برای من مهم نیست که اینجا محل کارته. فقط یه چیز وجود داره که برای من اهمیت داره، فقط یه چیز وجود داره. فهمیدی؟ چرا من از صبح که از خواب بیدار میشم تا شب که میخوام بخوابم هر جا که میرم باید سایه هیتلر رو پشت سر خودم ببینم، بعد مجبورشم مثل یه سگ بیچاره دائما از این ور اون ور برم در حال فرار باشم. آخه چه کار کردم مگه من؟ چرا باید اینجوری بشه؟ حقته. تو کی هستی؟
از کجا اومدی؟ آخه چرا حقمه؟ مگه من چه کار اشتباهی کردم؟ نکنی تو هم برادر هیتلری؟ خیلی خوب، زود باشی جواب منو بدین. پریم تو امشب صبر کن. من خودم سعی میکنم همه چیزو مرتب کنم. ترتیب همه کارا رو میدم. خب دوست داشتن که گناه نیست. تنها کاری که تو باید بکنی اینه که سر و صدا نکنی یا مثل بچه خوب بری دنبال کارت. نگران نباش. باشه، من میرم. اما یادت باشه اگه هیتلر بیاد سراغ من، اون وقت منم روزگار شما رو چیره و چار میکنم. باشه من میرم. هیتلر داره میاد داره میاد که منو بکشه و بعدم بخوره. داره میاد، باور کن. پریم این کارا چیه؟ موتوریست لعنتی. خیلی خب برو این زیر، برو. کسی نگی من کجا مام. سلام کارن، حالت سلام. چطوره؟ ببینم کار خاصی داشتی؟ تو این مردو میشناسی؟ آره فکر میکنم یه چند باری اونو دیده باشمش. کارن راست شوخی کردم. این پریمه دوست من. الان کجاست؟ الان کجاست؟ منظورم اینه که توی بانک جای این حرفا نیست. پرسیدم الان کجاست؟ خب میدونی راجع به این مسئله بهتره بشینیم تو اتاق من صحبت کنیم. اونجا خیلی بهتره ها نه؟ من منتظرتم. بذار من فکر اینو بیارم پایین. آروم باش مشکلی نیست، بهت قول میدم. باشه تو، فقط به خاطر تو، فقط. الو. سلام راج، منم. شما؟ یعنی چی؟ هنوز منو نمیشناسی؟ آخه تو چت شدی؟ حتما منو فراموش کردی. بیا با تو کار دارم. متشکرم. الو راج هستم. راج، من سیما هستم. کی تلفن رو جواب داد؟ خب میدونی تلفن رو برادرم برداشت. برادرم؟ آره میدونی من یه سری کار فوری دارم که الان نمیتونم باید صحبت کنم. بعدم با هم صحبت میکنیم. باشه؟ یه لحظه. کارن پریم تا امشب این برا نمیاد. دنبال یه سری کار رفته. خیلی گرفتاره ولی هر وقت که اومد خبرت میکنم. باشه؟ یادت نره. باشه. الو. برادرت رفت. برادرم رفت؟ آره. حالا میتونی حرف بزنی. من که داشتم از ترس میمردم. همش تقصیر توه. واقعا؟ ببینم تو دلت میاد به پسر خوبی مثل من تهمت بزنی؟ آخه مگه من چی کار کردم؟ خداحافظ. باشه خداحافظ. برادر مراقب خودت باش. برادر اگه کاری داشتی بهمون زنگ بزن، ما همه در خدمتی. وقتی تو نیستی ما مراقب همه چیز هستیم. راستی یکی از عکسای جیجاجی رو هم برام بیار. میدونی که همگی ما چقدر به اون علاقه‌مندیم. خیلی خوب میارم. حالا اجازه بدین من از در برم بیرون. راستی برادر کی برمیگردی؟ برای شام میام خونه. راستی همه درا رو ببندین. در ضمن اگه اون دختره دیوانه پوجام اومد راش ندین. فهمیدین که چی گفت؟ باشه. یک برادر به خاطر خواهرش یک نفر را به قتل رساند. این واقعا وحشتناکه نه؟ این برادر قبل از کشتن مقتول چشمهای او را از حدقه درآورد و اصلا از کرده خود پشیمان نیست و میگوید حق او بوده. اگه این برادرها نبودن ستون حوادث با چی پر میشد؟ به زودی عکس بنده هم اینجا چاپ میشه. چیکار میکنی؟ هنوز تموم نشده. ببین اگه بخوای بقیه‌شو اتو کنی فردا باید عکس منم تو همون روزنامه ببینی. چرا؟ برای اینکه هیتلر برگشت.
حالا چرا همینطوری خشکت زده؟ زود با شوتو رو بذار زمین و برو در باز کن. منم میرم قایم میشم. سلام داداش، چقدر زود برگشتی؟ چی شده؟ هم چرا اینقدر هیجان زده ای؟ در ببند. بله. این همه در زدم نشنیدی؟ چیکار داشتی میکردی؟ داداش شما قرار بود فردا بیاین. آره کارم زود تموم شد، زودتر برگشتم. خب خواهرت کجا؟ انا پریاب آشا اونا کجا؟ چی شده؟ بگو. اینها شد همشون اومدن. ببینم شما کجا بودین؟ خوبه خوبه. حالا بذارین یه خبر خوش بهتون بدم. مطمئنم همگی از شنیدنش خوشحال میشین. آشا به زودی عروس میشه. اوه عکس جا گذاشتم، منو ببخشید. خب اون چه شکلیه؟ وقتی اومد اینجا خودتون میبینید چه شکلیه، چون به زودی میان اینجا. حالا شما باید خودتون برای پذیرایی آماده کنید. داداش راستی براتون سوغاتی آوردم. زودتر بریم بپوشین ببینم اندازتون هست یا نه. برید زودتر برید بپوشین. نه اونجا نرید، اونجا نرید. آخه اونجا داداش میدونی. چرا نرم اونجا؟ داداش اونجا نه. بیا اینم مال تو، زودتر برو بپوش ببینم. زود باش، میخوام ببینم چه شکلی میشی. برو من الان برمیگردم. همگی بپوشین. کجاست؟ تو اتاق؟ گوساله. الان توضیح میدم. راج تو اینجا چیکار میکنی؟ تو خونه ما چیکار میکنی؟ کارن آشغال بذار همه چیز تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا اومدی تو خونه من؟ چی اومدی؟ چیکار میکنی؟ میکشمت. چی کار میکنی؟ بلش کن منو بیرون. داداش بلش کن. برای چی میذاری؟ موضوع چیه؟ اون چیکار کرده؟ ازش بپرسین تو خونه من با وجود خواهرام چه کار داشته. من میدونم منظورش چی بوده. میخواسته خواهرای منو بدنام کنه. آره هدفش این بوده. گوش کن. مطمئن باشین اگه پسر شما نبود حتما میکشتمش. حیف که پسر شماست. این مزخرفات چیه میگی؟ چرا همش اونو مقصر میدونی؟ برای چی فکر نمیکنی که اون خواهرتو دوست داره و میخواد ازدواج کنه؟ تو اون دخترا هم دیوونه. هی! دستتو از جلوی صورت من بکش کنار، مسخره. چشاتو باز کن. تو اینقدر تو زندگی این دخترا دخالت میکنی که بالاخره باعث بدبختی همه اونا میشی. هیچ مردی حاضر نیست با این اخلاق تو باشون زندگی کنه. تو رو شوهر من دست بلند کردی، رو شوهر من. زود باش، از خونه من برو بیرون. با توم برو بیرون. مطمئن باشین خیلی زود از اینجا میرم. شما هم گوش کنید. اگه یکی از شما رو توی شهر ببینم تکلیفش معلومه. اینو دارم جدی میگم. تا هم اگه جلوی پسرتو نگیری با دستای خودم میکشمش. میفهمی؟ برام اصلا مهم نیست چه نسبتی با شما دارم، من میکشمش. خب شما برو بیرون. دارم میرم. را بیفتیم بریم. تو هم گم شو برو. کارن سب کن. من باید باید حرف بزنم. کارن تو من داری حرفی اشتباه ندارم. میکنی. بریم. سیما کارن من سیما رو دوست دارم و هر طور شده باهاش ازدواج میکنم. خب الان پیاده میشی؟ آروم بیارش پایین. بدینش به من، خیالتون راحت باشه. بپرس خونه کارن کجاست. خونه کارن؟ آره از اونا بپرس، از اونا. ببخشید آقا شما میدونید خونه کارن کجاست؟ من نمیدونم، از اونا بپرسید. بیا این بر. سلام آقا. سلام. سلام. ببینم شما کارن رو میشناسید آقای محترم زاده؟ کارن؟
بله کارن. ما اینجا کارن زیاد داریم. کدوم کارنو میگی؟ همونی که 5 تا خواهر داره اون. آره 5 تا. هیتلر. هیتلر نه کارن. میدونم ولی اینجا اونو به اسم هیتلر میشناسن. من بهتره هیتلر صداش کنیم. حتما اشتباه گرفتی. میگه هیتلر. کارنی که ما سراغشو میگیریم آدم خیلی خیلی خوبیه. 5 تا خواهر داره. اونا همشون آدمای خیلی خوبی هستن. بله درسته. ما اومدیم اینجا چون باهاش کار داریم. خیلی هم تعریفشو شنیدیم. آره اونجوری که اونا به ما گفتن اون خیلی آدم خوبیه. بله اینو خیلی پرت و پلانا. بله خب بذار ببینم. من شما رو میبرم اونجا. بله. شما خودتون میتونید ببینید این آدم همونه یا نه. بله اما اگه خدایی نکرده اتفاقی واسهتون افتاد من هیچ مسئولیتی رو نمیپذیرم. آره چون خونه‌شون خیلی دوره، راهشم خیلی خطر. باشه اشکالی نداره. من خودم همراهتون بیام بهتره. بیا. میگم خواهرای کارن دخترای خوبی هستن؟ آره دیگه آره خوبن. من خوب میشناسمشون. یکی از یکی بهتر مهربونترن. خیالت راحت باشه. آره خب اون آقا رو اونجا میبینی؟ آره خودشه. همونیه که دنبالش هست. برو. چی صداش میکنی؟ هیتلر. باشه هیتلر صداش میکنی. بعد چی کار میکنی؟ خودمو معرفی میکنم. خوبه حالا برو. خیلی از کمکی که ممنونم. جبران میکنم. خواهش دارم. محبتت فراموش نمیکنی. تو بزرگ بشی چی میشی؟ خدا بیا مرزته. سلام آقا. سلام. شما هیتلر هستی؟ کار خراب کرد. خب اگه نیستیم بگید نیستم دیگه. من دنبال شخصی میگردم به نام هیتلر که 5 تا هم خواهر داره. شما اونو نمیشناسید؟ وای دشت اول نوش جان کرد. برید. ببینید اون شخصی که رو موتورسیکلت نشسته میبینی؟ اون کارنه. دوست هیتلر. برید ازش راجع به هیتلر بپرسید. خب چرا باید از اون بپرسم؟ خودم کارنو پیدا میکنم. برای اینکه بتونید هیتلر رو پیدا کنید باید از اون بپرسید. چی بود؟ هیتلر. درست بگو هیتلر. من نمیتونم. هیتلر. حالا با هم بگی. هیتلر. اینه. یاد گرفتم. هیتلر. گذاشتمش سر کار. هیتلر. معلوم نیست چرا این افتاده اینجا. ولش کنی فقط میخواد بگیره بخوابه. میبینید آقا من نمیدونم از دست این مرد چی کار کنم. تنها کاری که بلده خوردن خوابیدنه. خیلی دست و پا جلفتیه. از صبح که بلند میشه فقط میخوره بعدم میخوابه. کار هیچی. راستی میخوام یه نفر رو پیدا کنم. اسمش چیه؟ اسمش چی بود؟ کانا؟ همونی که 5 تا خواهر داره. کارن. نه یه چیز دیگه بهش میگفتن. اسمش چی بود؟ آخه اسمش خیلی سخته. پیتر؟ نه چیتر؟ نه نبود. چرا یادم رفته؟ الان بهتون میگم چی بود. هی برادرها گفتین اسمش چی بود؟ این رامبابوه. بله سلام. و این هم همسرش. سلام اسم من سیتا. سلام. و اینا هم 5 تا خواهرای من هستن که باید ازشون مراقبت کنید. بله. اونا باید همیشه تو خونه باشن. بله. کارهای ضروری رو به موقعش بهتون بله. داداش شما خیالتون از هر جهت راحت باشه. ما یه کمی دیوونه هستیم اما از پس همه کارا برمیایم. شما میتونید هر امری دارید به ما بگید. آقای هیتلر. من رامبابو هستم. آره رامبابو. هیچ کس حق نداره به دخترای من نزدیک بشه. هیچ کس. هر کی بخواد نزدیک بشه خودم با دستهای خودم تیکش میکنم. حالا مرد میخوام که بیاد جلو. بیا تو با این دستای قدرتمندم اونو
حالا دیگه با محافظ میایم بیرون ها؟ چیه؟ انتظار دیگه ای داشتی؟ حالا برو عقب. مثل اینکه تو نمیدونی من کی هستم. الان رج، من خدمت این توپل میرسم، تو اصلا نگران نباش. ببینم تو این وسط چی کاره که هر مسئله پیش میاد خودتون میندازی وسط؟ من همه کارم. خیلی خوب، اما یادت نره کارین از این کارت اصلا خوشم منم از اون خوشم نمیاد. حالا دیگه محافظ شدی آره؟ از خواهرای کار محافظت میکنی آره؟ حالا به هیتلر حالی میکنم. با کی طرفه؟ حالیش میکنم. من خودم دوره کنفو دیدم آره؟ بندازینش تو قفس. کمک بلم کنی صورتون به یه بچه بشری رسیده. برای چی میزنی تو گوشه؟ حال کردی؟ اون بیچاره هیچ گناهی نداره. برادرم اونو آورده تا مراقب ما باشه. ببین من میدونم که اون چی میخواد. فقط میخواستم برای چند لحظه هم که شده از نزدیک ببینمت. من نیت بدی نداشتم، خودت هم اینو میدونی. من میخواستم که تو با من ازدواج کنی، فقط همین. این کارم بود که اشتباه متوجه شد. من با تمام وجود تو رو دوست دارم. میخوام که تا آخر عمر کنارم باشی، همسرم باشی. حالا چطور باید با اون حالی میکردم که شریک زندگی من خواهر تو سیماست. اما من نفهمیده بودم که این خواهر درست مثل برادرش فکر میکنه. سیما من واقعا تو رو دوست دارم و میخوام باهات ازدواج کنم. نه راج، تو اشتباه میکنی. چی؟ من نمیتونم با تو ازدواج کنم. ولی آخه چرا؟ چون برادرم این اجازه رو نمیده. حتی اگه خدا هم بخواد بازم برادرم این اجازه رو به من نمیده. اون نمیفهمه دوست داشتن یعنی چی. ممکنه تو رو بکشه. من نمیخوام اتفاقی برای تو بیفته. نمیخوام به خاطر من بلایی به سرت بیاد. اصلا چنین چیزی رو نمیخوام راج. برادر ببین با من چی کار کردن. نگاه کن، خوب نگاه کن. این از لباسم، اینم از قیافم. ببین با من چی کار کردن. ببین پشتم هم نقاشی کردن. نگاه کن خوب ببین. آقا چرا این برای سرم آوردن؟ چرا این کاری کردن؟ کی با تو این کاری کرده؟ پریم برادر، پریم با من این کارو کرد. پریم؟ پریم कबड्डी 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 تو اون بدار سر اون بیچاره آوردی میگه نه؟ خوب حواستو جمع کن. بهت گیر سپیچه میدم حالا میبینی. هم فرار دیگه بچه
کی داره اینجوری در میزنه؟ تو بارم. ای وای پریم، کی این بلا رو سر شما آورده؟ چقدر بازی کاباتی امروزتون خشن بوده. کاباتی چیه؟ کارن این کارو کرده. کارن؟ آره. اون یه کتک مفصل زد. این وضعیت رو نگاه کن ببین، این ور اون ور اصلا نمیتونم تکون بخورم. یه جوری کتکمون زد که از جام نمیتونم باشم. دهنمو ببین نمیتونم درست حرف بزنم. از این بیچاره‌ها بپرس بهت میگم. تو که عاقبت کارتو میدونستی چرا اون کارو کردی؟ ها؟ تقصیر تو بود. از این به بعد اگه خواستی جایی بری تنها میری. آخه این چه زندگیه؟ تو میخوای با خواهر کالن ازدواج بکنی؟ من باید کتکشو بخورم. آره میدونم با تو چجوری تا کنم. دیگه منو کنار خودت نخواهی دید. آقای دوراج 2 سال اینجا زندانی بودید. امیدواریم دوباره شما رو اینجا نبینیم. تلاش کنید کار اشتباهی نکنید. یادم نمیاد از شما راجع به چیزی سوال کرده باشم، پس بهتره اظهار نظر نکنید. بعدم اگر هر کسی که از اینجا میره بیرون با استدلال شما کار خلاف نکنه، اون وقت شما مجبوری در زندانتون رو تخته کنید و برید. پس بهتره آدما رو به حال خودشون بذارید و تو کار اونا دخالت نکنید. این روش درستی نیست. 2 سال منو بی دلیل اینجا نگه داشتید. خوش اومدی دبراسینگ، مبارک باشه. صبر کن، چی رو داری تبریک میگی؟ اینکه من 2 سال تو زندان حبس بودم و تبریک میگی؟ نه دبراسینگ، از اینکه بعد از 2 سال آزاد شدید خوشحال. لازم نیست. پس چرا تو این مدت سراغم نیومدی؟ تو چه جور دوستی هستی؟ دبراج اگه حبس تو فقط 2 سال طول کشید، این من بودم که همه چیز رو به راه کردم. بس دیگه، من از این کارا خوشم نمیاد. بچه من کجاست؟ من هنوز نمیدونم تو این 2 سال چه کارا کردید. هنوز هیچی برام روشن نیست، ولی به زودی روشن میشه. بگو پسر من کجاست؟ پسرتون همینجاست. پسرم تو چت شده پسرم؟ من 2 سال تو زندان بودم، از هیچ چی خبر نداشتم. دوست ندارم تو این موقعیت احساساتی بشی. باید همه چیزو به من بگی. من به تو اعتماد دارم. بگو پسرم، بگو دیگه، حرف بزن. بهت میگم. چی؟ یعنی همه بارا رو گرفتن؟ همه کارا رو تعطیل کردن؟ همه کاسبیمون رو به هم زدن؟ اون وقت شما ساکت نشستید؟ مونا، من از تو انتظار چنین چیزی رو نداشتم. ولی نگران نباش، اگه تو این مدت دست تنها بودی و نتونستی کاری بکنی، از این به بعد من همراهت خواهم بود پسرم. خب حالا بگو ببینم کدوم یکی از این مردا به درد بخور بودن، ها؟ چون ما قرار اینجا فقط مردا رو نگه داریم. دنبال مرد میگردی؟ من اینجا. کی هستی؟ پالوان؟ پس کسی که تا حالا باعث همه درد سرای ما بوده تو هستی. درست فهمیدی. اما همه این کارا رو کردم تا نام تو رو زنده نگه دارم. چون میخواستم وقتی برگشتی یه جوری جبران گذشته رو بکنی تا هیچ کس اسم تو رو از خاطر نبره. تو شخصیت خودتو به همه ما ثابت کردی. حالا برای چی دوباره برگشتی؟ تو چیزی گفتی؟ میدونی مرگ چیه؟ فکر کنم بدونی. خب من روزهای خطرناک زیادی رو پشت سر گذروندم بسر، اما هیچ وقت مرگ نتونسته منو با خودش جایی ببره. ولی من مرگ و جاهای زیادی با خودم بردم. ما خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم. البته دوستتو ملاقات کردم، ولی خب
اون نتونسته کارایی رو که من میخوام برام انجام بده. من نفهمیدم اینا قصد نابودی تو رو دارن یا اینکه میخوان به تو کمک کنن. هنوز اینو متوجه نشدم. صبر کن مونا، احساسات خودت رو کنترل کن، حالا وقتش نیست. پسرم، من واقعا از تو متشکرم. خدای من، اگه میدونستم تو کی هستی هیچ وقت برات کاری انجام نمیدادم. مادر، من مرتکب اشتباه بزرگی شدم. من تو این سالها هر کاری که میتونستم برای مراقبت از خواهرم کردم. دیگه کاری نمونده که براشون انجام نداده باشم. هر کاری که میتونستم کردم، هر کاری که در توانم بود. مادر، من امروز جان آدمی رو نجات دادم که باید میمرد. اون حقیقتاً باید میمرد، ولی من زندگیشو نجات دادم. به خاطر میاری؟ به خاطر میاری اون کسی که زندگی ما را نیست و نابود کرد مادر، و تو رو برای همیشه از ما گرفت. از قصه دق کرد، از قصه. دیدی چجوری سن و بچه‌شو گذاشته رفت؟ وقتی برگشت که دیگه کار از کار گذشته بود، دیگه هیچ فایده‌ای برای اون نداشت. زن بیچاره طفلکی تو این سالها خیلی سختی کشید. भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ ओ माँ के बिना सुना है जहाँ
माँ की जगह ले सका कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर माँ होती है माँ। भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ ओ माँ के बिना सुना है जहाँ कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर माँ होती है माँ। بسه مانا بسه ما اونو زنده لازمش داریم. خب ببینم بالاخره تصمیم گرفتی دهنتو باز کنی یا این که میخوای بازم کتک بخوری ها؟ کارن اومد و جلوی کارمو گرفت. هی! تو باید کارو تموم میکردی. میدونی این ناراحتی من فقط پولای برباد رفتم هستم. کارن اون احمق زحمات 2 سال منو به خطر داد. چون اون جلوی نقشایی که در طول این 2 سال کشیده بودم گرفت. اما این بار آخرین باریه که اجازه میدم یه نفر با من این کارو بکنه، حتی کارن. یادت نره مانا. برش کن. زود باش، من عجله دارم. میبینی که مشغولم. من باید هرچی زودتر این محموله رو برسونم. دیرم شده. این محموله مهمیه، میفهمی؟ بجام دیگه. یه زود داشت ببینم. دیرم شده، بجام. راه زیادیه باید برم. چقدر بهت بگم دیرم شده، بجام دیگه. هی چیکار داری میکنی؟ برو کنار. هیچ جا نمیری. دیگه کی هستی؟ حالا دهنتو باز کن و بگو تو این تانکر چیه؟ زود باش، حرف بزن. بریم کنار. بفرمایید جناب سروان، خودتون بازرسی کنید. اینا رو دستگیر کن. صبر کنید. مولای من هیچ کار بدی انجام نداد. جناب سروان، این تانکر مال منه. اسم من روشه. متشکرم آقای کارن. اگه بازم مشکلی پیش اومد خیلی سریع با من تماس بگیری. مونا، سعی کن خودتو ناراحت نکنی. هیچ اتفاقی نیفتاده. همه چیز زود حل میشه. اصلا نگران نباش. این تانکر نابود میشه و برای همیشه از بین میره. اما یه چیزی وجود داره که هیچ وقت از بین نمیره و اون دشمن ماست. کارن کسی بود که اون روز منو بدنام کرد. اون دوباره برگشته و میخواد کارشو تکرار کنه. حالا موقع انتقام گرفتن منه.
من باید تلافی آن روز از سرش در بیارم. قربان خاراشا گم شده قربان. چطور همچین چیزی ممکنه؟ بله. روشن صحبت کن. بله پروفسور گفت کلاسش تموم شده رفت، اما ما نتونستیم پیداش کنیم قربان. چطور ممکنه؟ چند بار گفتم اونا رو تنها نذار. اومدن. پیداش کردین؟ برادر پیداش کردین؟ خواهش میکنم، من دارم از نگرانی میمیرم، هرچه زودتر پیداش کنید. یعنی کجاست؟ خدایا کمک کنید پیداش چیه؟ کنم. شما چتونه؟ آشا که بچه نیست، هر جا رفته باشه الان برمیگرده. نگران نباشید. بیاین بریم تو دخترم، خواهش میکنم زودتر برگردید، ما نگرانیم. وایسین همینجاست، کلاسشون همینجاست. وایسین شیتل بیا. بله بفرمایید. آشا اینجا نیومد؟ نه نیومد. نیومد؟ نه. خب تو اینجا بمون تا من برگردم، از اینجا تکون نخور. باشه همینجا میمونه. ببخشید آشا این برا نیومد، شما اونو ندیدین؟ اگه دیدین بگین. نه آشا رو ندیدم. باشه خیلی ممنون، ببخشید. کاکا شما آشا رو ندیدین؟ نه پسرم. اینجا نیومد کاره. پس کجاست؟ من نمیدونم. آشا رو ندیدین؟ نه قربان. جدا؟ اینجا نیومد. من واقعا متاسفم، اما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا خواهر شما رو پیدا کنیم. به هر حال اینجا شهر بزرگیه، مشکلاتش هم زیاده. قربان آشا برگشته، بیایم بریم. برگشته؟ بله. متشکرم جناب صاحب. منو ببخشید. متشکرم. خداحافظ. بفرمایید. آشا کجاست؟ اون حالش بده. پرسیدن کجاست؟ تو اتاق خودشه، اما این اتفاق تقصیر اون نبوده، همینجوری پیش اومده. ولی چرا انقدر دیر برگشته خونه؟ خب چیزی نگفت؟ راستش اون راه گم کرده و تا خونه رو پیدا کنه خیلی طول کشیده، برای همین دیر رسیده. دروغ نمیگی؟ نه خیالتون راحت، ما دروغ نمیگیم. میدونین چیه برادر، اون یکم حالش بده، اگه بذارین استراحت کنه حالش زود خوب میشه. برادر خواهش میکنم دعواش نکنه. آشا برادر چیه؟ هی بلند شو. چی شده؟ باتم چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ کسی تو رو اذیت نمیکنه عزیزم. گریه نکن، من تو رو دعوا نمیکنم. آروم باش، هیچ کس نمیتونه تو رو اذیت کنه. دیگه گریه نکن باشه؟ تو چرا اینقدر داغی؟ من الان با دکتر تماس میگیرم. نه نمیخواد با دکتر تماس نگیرید، هیچ مشکلی نیست. من حالم خوب. باشه تو نگران نباش. بیا بله. الو، من ساکسنا هستم. سلام آقای ساکسنا. من میدونم چه اتفاقی برای آشا افتاده بود. اتفاق برای آشا؟ جدی میگین؟ خب راستش تلفنی نمیتونم براتون توضیح بدم. به دیدنم بیاین اگه اشکالی نداشته باشه. حتما. چطور بهتون بگم؟ هر جور که میخوام بگم توش میمونم. راستش چیزای زیادی وجود داره که شما به اونا توجهی نمیکنید. امیدوارم منو ببخشین، ولی سختگیری بیش از اندازه شما خواهراتونو ترسو بار آورده. اون شب من توی خونه بودم که خواهرتون سراسیمه به منزل ما اومد. اون خیلی ترسیده بود، بچه های منم خواب بودن. من خیلی نگران بودم. آشا چه اتفاقی برای تو افتاده؟ چی شده؟ چند تا آدم عبدی افتادن دنبال من، اونها اذیتم من میرم نگاه میکنم تو آروم باش. اون بیرون که کسی نیست، تو نگران نباش.
من خودم حواسم به همه چیز هست. برو پیش بچه های من، نگران نباش، من خودم حواسم هست. برو برو برو. من با پروفسور صحبت کنم. آشا، هی آشا، هی آشا، آروم باش آشا، آروم باش خواهرم. ببین من میدونم که اصلا تقصیر تو نبوده، تو کار اشتباهی نکردی، مقصر منم، من تربیتم اشکال داشته، ولی همیشه میخواستم خواهرم در هیچ زمینه‌ای احساس کمبود نکنم، ولی یادم رفت چیزای دیگه هم هست که اونا باید یاد بگیرم. اگه به خاطر من نبود شاید تا حالا همتون ازدواج کرده بودین، همتون خوشبخت شده بودین. ولی حالا واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. من برادر خوبی نبودم. خواهش میکنم منو ببخش، من نباید تنها میومدم. بس دیگه، بهت گفتم که تو هیچ تقصیری نداشتی یاشا. دیگه بیشتر از این منو خجالت نده. هی تمومش کن. یه چیز دیگه هم هست که باید بهت بگم. امشب پروفسور از تو خواستگاری کرد، ولی من بازم به اون جواب رد دادم. نمیدونم کارم درست بود یا نه. حالا میخوام نظر تو رو هم بدونم. برادر، من با پروفسور ازدواج میکنم. چی داری میگی؟ آره برادر، به هر حال من باید تشکیل زندگی بدم. اون شب خیلی به من کمک کرده، هم پناه داد. اون 2 بچه داره که نیاز به محبت مادر دارن. من فکر میکنم اون تنها آدمیه که موفق شد با شما منطقی حرف بزنه. این باعث خوشحالیه. میخوام راهگشای زندگی خواهرای دیگم باشم. یعنی من انقدر بد عمل کردم که تو میخوای از خونه خودت فرار کنی؟ من واقعا شرمندم، ولی خدا میدونه که تمام تلاشم فقط برای خوشبختی و شادی شما بوده. آشا، از حالا به بعد فقط خودت باید تصمیم بگیری، ولی یادت باشه اینجا همیشه خونه خودته. من اینو میدونم، ولی این تصمیم خودمه برادر. نمیدونم چی بهت بگم، ولی یه جورایی خودمو مقصر میدونم. اگه دست از غرورم برمی داشتم تا الان چنین تصمیمی نمی گرفتی. ولی میدونی آشا، تو امروز درس بزرگی به من دادی. منو متوجه اشتباه هم کردی. پروفسور آدم بدی نیست، خیلی تو زندگیش رنج کشیده، مطمئناً قدر تو رو میدونه.
ولی حق تو بیشتر از اینا بود خواهر. چرا شما چنین تصمیمی گرفتین؟ واقعا چرا؟ میخواستین از شر اون راحت بشین؟ یعنی آشا اینقدر سربار بود؟ حاضرین اون با مردی ازدواج کنی که 2 تا بچه با کلی مشکلات داره؟ شما چطور میتونین آشا رو مجبور به این کار بکنین؟ اگه اونو وادار میکردین از این شهر بره، بهتر از این بود که وادارش کنین با اون مرد ازدواج کنه. بهش ظلم کردین. ما اجازه نمیدیم خواهرمون با اون مرد ازدواج کنه. اون خواهر ماست. اگه کسی بخواد اونو مجبور به این کار بکنه، باید از رو جنازه ما رد بشه. خواهر ما همینجا پیش ما میمونه. ما اجازه نمیدیم اون از ما جدا بشه و بره. ما همه با هم بزرگ شدیم، حاضر نیستیم ببینیم اون بدبخت شه. آشا خواهر ماست. ما هممون خیلی دوستش داریم. اگه اونو مجبور به این کار بکنی، ما دیگه هیچ وقت ازدواج نمی‌کنیم. خفه شو! بهتره بدونید این خواسته ی من نبوده. در واقع خواسته خود اون بوده. شما بهتره به جای خودتون تصمیم بگیرید. فقط خودتون، نه کس دیگه. و هیچ کس شما رو وادار به ازدواج نمی‌کنه. هر کی هم دوست نداره تو مراسم مهرتا شرکت نکنه. برادر، ای کاش هیچ وقت ما رو بزرگ نمی‌کردی تا مجبور بشیم شاید همچین روزی باشیم. تو تمام این مدت فقط به ما زور گفتی، فقط زور. موفق شدی ما رو تبدیل به مرده کنی. ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ ओ माँ के बिना सुना है जहाँ कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर माँ होती है माँ. ای دخترا، واقعا حیف شد. دیشب آشا خیلی ناراحت بود. دائم سوال میکرد چرا شما به عروسیش نیومدید. خب من به جای شما جواب دادم. گفتم اونا حالشون خوب نبود، نتونستن بیان. ولی مطمئنم حرف ما باور نکرد. به هر حال تموم. سیما کجاست؟ اون کجاست؟ سیما؟ 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 واقعا زندگی عجیبیه کارم. دیشب تو مراسم اون خواهرت شرکت کردی؟ امروز هم عروسی این خواهرته. ما قانونا با هم ازدواج کردیم. میدونی چیه؟ از امروز به بعد سیما دیگه همسر قانونی منه و فقط به حرف من گوش میده. فقط به حرف من، نه تو. حالا دوست دارم بدونم عکس العمل تو نسبت به این مسئله چیه؟ راستی من دیگه دلم نمیخواد اون تو رو ببینه، چون تو باعث جدایی ما شدی. اجازه آقا خواهش میکنم کارو نکنم.
میکشمت اشغال، میکشمت. نمیذارم سالم بمونی. تو فکر کردی میتونی منو از خواهرام جدا کنی؟ آره؟ بسته آقای کارن، راج همسر قانونی منه. اگه بخوای به اون آسیبی برسونی اول باید از رو جنازه من رد شی. چیه بیا جلو؟ مگه نمیخواستی اونو بکشی؟ بیا اول منو بکش بعدم اونو. چرا معطلی؟ تو که عادت داری هر کاری میخوای بکنی. تو تنها کاری که برای ما کردی تباه کردن زندگیمون بود. اگه میذاشتی همونجا کنار جنازه مادرمون از گشنگی بمیریم خیلی بهتر از این زندگی بود که حالا داریم. برادر از این کلمه متنفرم و حالم به هم میخوره. اونو به زبون بیارم. من فکر میکردم برادرم خدای دوممه، اما تو نشون دادی که اینطور نیست. تو فقط به ما زور گفتی و ما رو تحقیر کردی. مامان بیا، برادر برگشته. صبر کنید. احتیاجی به این کارا نیست. اون حق نداره وارد خونه من بشه. این حرفا چیه؟ پدر اون عروس شماست. من قبول میکنم که تو پسرم هستی و با هم نسبتی داریم، اما مثل که فراموش کردی برادر اون چه رفتاری با ما داشت. تو با کی ازدواج کردی؟ با کسی که برادرش تو صورت پدر تو سیلی زده. امیدوارم یادت مونده باشه. تو به خاطر دوست داشتن خودت پدرتو فراموش کردی؟ اما پدر، سیما که تقصیری نداشت، کاری نمیتونست بکنه. اون موقع فقط باید سکوت میکرد. ساکت! شما دوتا دیوانه شدین. جالبه انگار همه چیزو فراموش کردین. نه این دختر عروس این خونه است و نه تو داماد کارن. میفهمین؟ حالا زود از اینجا برو. برو پیش برادرت. اینجا جای تو نیست. ولی من برای همیشه برادرم رو ترک کردم. این حرفا به من ربطی نداره. زود از اینجا برو. اگه اونا تو این خونه راه ندین منم برای همیشه میرم. معلومه تو چت شده؟ خیلی خوب، تو هم برو. هر دوتون برید. تو داری با پسر خودت این رفتاره میکنی؟ داری اون از خونه بیرون میکنی؟ آره، چون من احتیاجی به این پسر ندارم. خیلی خوب، شما برید تو ببینم. برو تو ببینم. तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। کجا دارید میرید؟ شما به خاطر برادرتون میمونید یا به خاطر خواهرتون میرید؟ کدومش؟ در این خونه برای همیشه به روی اون بسته است. خب چطوره؟ وای عجب جای قشنگی، عالیه. خب خونه رو که من طراحیشو کرده باشم بایدم انقدر خوب از آب در بیاد. خب سلیقه منه دیگه، چی کارش میشه کرد؟ این خونه رو مخصوص برادرم راج و زن برادر عزیزم سیما طراحی کردم. سیما چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ فهمیدم.
حتما نذاش بری تو خونه. آره همینو پیش بینی میکردم، ولی اصلا نباید اهمیت بدی. آره به نظرت اصلا اهمیتی داره؟ بگو. چه اهمیتی؟ زنده داشت؟ یعنی واقعا اینقدر برات مهمه؟ اونا دیگه منو نمیخواد. خب بهتر، مگه چیه؟ دیگه کاملا از زیر سلطه داداش بزرگ بیرون اومدی. حالا دیگه آزاد شدی. بارمان، حالا چرا اینقدر ناراحتی؟ قصه خوردن نداره، اتفاقی نیفتاده. میدونی چیه؟ تو از اول نباید میذاشتی پسرت بره با خواهر کارن ازدواج کنه که بعد مجبور بشی از خونه بیرونش کنی و اینجوری قصه بخوری. تقصیر خودته. اگه تو از اول حواستو جمع کرده بودی این اتفاقا نمیافتاد. خیلی خوب، حالا اینجوری واسه ما قیافه نگیر. واسم جالبه حالا چی شده تو اینقدر نگران پسر من شدی؟ شیلا؟ ای شیلا؟ بله. این شیلا معلم خواهرای کارنه. من میخوام این دوره رو تموم کنم که وقتی برگشتم حسابی خوشحال بشید. شما باید خیلی مراقب خودتون باشید، کاری نکنید که نگرانتون بشم. به حرفایشون توجه کنید. خانم شیلا. بله. خیلی مراقبشون باشید. اولین بارتون تنها به سفر میرم. نگران نباشید، اینا مثل دخترای خود من هستن. قربانه، منم همراهشون میرم. من هستم. شما نگران نباشین، خیالتون راحت باشید. خیلی خوب، سوار شید. ما دیگه بریم سوار شید. بریم بشین. خدا حافظ. آها خیلی خوب. بذار داره ببندم. دیگه رفتی. بزن بریم. خدا حافظ. خب رسیدیم، بیایید پایین. رسیدیم الان اینا رو میذارم پایین. دارم. ای وای، من یکی از وسایلمو جا گذاشتم. رامبو میری اونو برای من بیاری؟ خانوم لطفاً به رامبو دستور ندید. من باید مراقب این دخترها باشم. برای همینم از اینجا جام نمیخورم. رامبو این چه جور حرف زدنه؟ ایشون معلم ما هستن، حتما باید به حرفشون گوش کنیم. ولی من از اینجا تکون نمیخورم. تو میخوای معلممون از ما ناراحت بشه؟ میخوای درس یاد نگیریم؟ خیلی خب بابا، باشه میرم. لازم نیست اینقدر دعوام کنید. باشه من میرم بابا جون. خیلی خب دیگه زودتر برو. خیلی خب رفتم. الان میرم اونو میارم تا شما راحت درس بخونید و بهانه نداشته باشید. من رفتم. مراقب باشید. کلید لطفا. شما برید بالا، منم الان میام. همه چیز باید طبق نقشه پیش بره. حتما. من با پلیس تماس گرفتم، الان دیگه میرسم. باشه. دخترا، حمام این اتاق مشکل داره، برای همین خواستم اتاقمون رو عوض کنم. شما وسایلتون رو جمع کنین تا بریم توی اتاق دیگه. فقط عجله کنید لطفاً. شما برید تو دخترا، منم الان میام پیشتون. چشم باشه. اون دخترها رو کجا فرستادی؟ رفتن تو اتاقشون، قراره اینجا با شرافت چند تا دختر با آبرو بازی کنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ مگه خودت زن نیست؟ چه خبر شده پدر؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اونو تنبیه نکنین، اون زن شریفیه. ساکت! من میدونم که اون چه جور زنیه، خوب میشناسمش. برای این دخترها چه نقشه‌ای داشتی؟ حرف بزن! حرف بزن! حرف میزنی یا نه؟ میخواستی چیکار کنی؟ ای آقا، اینجا چیکار دارید؟ شما کی هستید؟ من کی هستم؟ بگید خیال داشتین چی برای سری دخترای من برید؟ برید تو! برید! شما ما رو اشتباهی گرفتید، ما هیچی نمیدونیم. آخه
آخه چرا باور نمیکنید؟ ما هیچی نمیدونیم. حالا مشخص میشه. تو باز کن و حرف بزن. باور کنید ما هیچ کاری بالا نداشتیم. من هیچی نمیدونم. آخه چرا باور نمیکنید ما هیچ... داداش چی شده؟ چی شده جناب سروان؟ همش تقصیر پدره. اون آبروی ما رو برد. این چه حرفیه که میزنی دخترم؟ اگه من نرسیده بودم میدونی چی میشد؟ تو از قبل برای ما نقشه داشتی، خودت هم با اداره پلیس تماس گرفتی. داداش پدر به ما گفت خانم شیلا میخواسته ما رو بدنام کنه، هدفش درس دادن به ما نبوده. ببینید آقای کارن، من خجالت میکشم بگم چه اتفاقی افتاد. رفتار پدر شما واقعا توهین‌آمیز بود. اون زن کثیف داره دروغ میگه. به من اعتماد کن. چی؟ به تو اعتماد کنم؟ بعد از این همه سال برای چی باید این کارو بکنم؟ برای چی؟ من اصلا نباید به تو اعتماد کنم. ما همه شاهد بودیم که چطور مادرمون جونش از دست داد و تو فقط از دور اونو تماشا کردی و رفتی. همه دیدیم. نه بفرمایید قربان، بریم. پسرم ای همسرش هستی باید اینو بدونی. آخه پدر من چه خصومتی با شما داره؟ ورما میخواست دخترای منو بدنام کنه، دخترایی که همیشه با عزت زندگی کردن مثل دختر خودت. اون این کارو کرد ولی گناهش به گردن من افتاد. تو نمیتونی بفهمی این چه درد بزرگیه، مگه اینکه این بلا سر دختر خودت بیاد. اون وقت متوجه میشه. بله. آخه چرا این کارا رو با من میکنی؟ چه نفعی برای تو داره؟ حتما یه نفعی داره، وگرنه این کارا رو نمیکردی. حالا متوجه شدم که کارن حق داشت از تو متنفر باشی. ببین با بچهای خودت چیکار کردی که اونا ازت متنفرن. تو انسان نیستی. اگه انسان بودی چطور میتونستی شاهد مرگ همسرت باشی؟ اگه پسرم از من متنفرن، اگه دخترم از من متنفرن، اگه همسرم جلوی چشمم از دنیا رفت، باعث همه این بدبختی و پدر تو بود. میدونی پدر تو برای ذلیل و خار کردن و نابودی من از هیچ کاری کوتاهی نکرد، همه کار کرد. آخه چرا با پلیس تماس نمیگیری؟ الان بچه من کجاست؟ حالش چطوره؟ یعنی الان در چه حالیه؟ خیلی نگرانشم. بس دیگه انقدر حرف نزن. هیچ بلایی سر دخترمون نمیاد. تا وقتی من پدرشم هیچ کس نمیتونه آسیبی بهش برسونه. ولی اگه اتفاقی برای دخترم بیفته مطمئن باش من اونو زنده نمیذارم، داغونش میکنم. وقتی من از زندان آمدم بیرون، کارن بچه ها رو با خودش برده بود. من مدت زیادی دنبال اون گشتم، مدت خیلی زیاد، ولی موفق نشدم. من خوشحال بودم که از این به بعد بچه هم در کنارم خواهم بود.
بعد از مدت کارن دیدم که تلاش کرده تا برای خواهرش یه زندگی آروم فراهم کنه، اما مطمئن بودم دشمنای من راحتش نمیذارن. و پدر تو یکی از همون آدمایی بود که اگه تا امروز دردسری برای کارن درست شده کاملا زیر نظر اون منو نابود کرد و بعد خواست شرافت فرزندانمو برباد بده و اونا رو بدنام کنه. تو زندگی من تا این لحظه هر بدبختی که اتفاق افتاده به خاطر پدر تو بوده، فقط پدر تو، فقط اون. اینه ماجرای زندگی من. پوجا دخترم، تو برگشتی پوجا. دختر عزیزم حالت خوبه؟ اون که آزاری به تو نرسونده به من بگو. بابا، پدر کارن اگرم کاری کرد در مقابل کارایی که تو با اونو بچه‌اش کردی هیچی نبود. تو چطور تونستی زندگی اونو نابود کنی؟ تو اون خانواده رو از هم جدا کردی. چرا این کارو کردی پدر؟ تو داری پدر خودتو محکوم این میکنی؟ جواب سوال من نیست. چرا این سوالا رو از من میپرسی؟ گفتم این پاسخ سوال من نیست. باشه، پس شما نمیخواید به سوال من جواب بدید پدر. پس منم برمیگردم پیش پدر کارن. خفه شو! بابا دستت خیلی درد میکنه؟ من چیزیم نشده، حالم کاملا خوبه. دستم هم زود خوب میشه. تو چرا گریه میکنی؟ بابا اگه اتفاقی برای شما بیفته ما چی کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ نه، اتفاقی برای من نمیفته. تازه اگرم اتفاقی بیفته پسرم کارن از شما نگهداری میکنه. من تو دنیا هیچ کسی رو ندارم، اما لااقل شما خوشحال باشید که کسی رو دارید که ازتون نگهداری کنه. خدا رو شکر کنید. وارما، حالا اگه بچه ها ترکت کردن و رفتن دلیل نمیشه که قیافتت در هم بکنی. حالا که اتفاقی نیفتاده، چیزی نشده. منم نگفتم اتفاقی افتاده، اما بذار یه چیزی رو بهت بگم. من نمیتونم مثل تو آروم بشینم و چیزی نگم. به زودی همسرم همه جریانو میفهمه. اون وقت جواب اونو چی بدم؟ ببین، اگه یه روز من نتونم بیگناهی خودم رو ثابت کنم، اون وقت چهره تو رو به همه نشون میدم. به همه میگم باعث تمام این اتفاقا که تا امروز افتاده تو بودی. پس بهتره بری و کارو تموم کنی. برو کارو تموم کن. تو 2 سال زندگی منو برباد دادی. خیلی کار بدی کردی. کار بدی کردی. کارن درو باز کن. کارن درو باز کن. خواهش میکنم درو باز کن. چیه؟ چه خبر شده؟ چه کار داری؟ من با کارن یه کار مهم دارم. کارن خونه نیست. اون کجاست؟ کجاست؟ ما خبر نداریم. خواهش میکنم صبر کنید. مسئله خیلی مهمیه، لطفاً بگین بیاد دم در. من حتما باید با اون صحبت کنم. به من بگید اون کجاست، خواهش میکنم. برادر من خونه نیست. اگرم خونه بود مطمئناً با شما هیچ کاری نداشت. حالا لطفاً زودتر از اینجا بریم. ما دیگه هیچ صحبتی با شما نمی کنیم. برید تو بچه‌ها. صبر کنید. صبر کنید. خواهش میکنم صبر کنید. چرا همون کاره نیومد؟ اون خونه نبود. خواهرش گفتن هر وقت برگشت بهش خبر میده.
گریه نکنی. ببینید اون حالش خیلی بده. اگه کارم به اینجا نیاد ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. هر طور شده اونو پیداش کنید بگید حال پدرش خیلی بده، زود باید بیاد اینجا. ما میریم دنبال برادر کاره. بچه ها شما کی هستید؟ برادر خواهش میکنیم همراه ما کجا؟ بیمارستان. خواهش میکنم زود همراه ما تو میتونی به ما کمک کنی؟ ما قبلا هم اینجا اومدیم. با بیا. کسی به من چیزی نگفته بود. خواهرت گفتن که شما نیستی. چرا راستشو نگفتی؟ خواهش میکنم زود بریم. آقای کارم، دکتر چه کمکی از من ساخته است؟ ما احتیاج به خون شما داریم تا بتونیم اونو به هوش بیاریم. خون ریزی اون زیاده، حالش خوب نیست. آقای کارم، آقای من از این بچه ها نگهداری میکردن. این بچه ها یتیمن، کسی رو ندارن، فقط آقای من بودن. ایشون خواستن آخرین تقاضاشونو بپذیریم. ایشون گفتن اگه خودشون سالم نموندن شما از اونا مراقبت کنید و اونا رو بزرگ کنید. این بچه ها تو این دنیا کسی رو ندارن، امیدشون بعد از خدا فقط شما هستین. آقای کارم، این لطفو در حق پدرتون بکنید، از اونا نگهداری کنید. نگهدار. برید. اون بچه ها کی بودن؟ برادر 2 خواهر جدید به جای شما آورده. خب با رفتن شما 2 نفر دیگه به جاتون اومدم. فکر خیلی جالبیه. در نهایت بازم 5 نفرن. خیلی عالیه. بیایید بچه ها، بیایید تو. سلام آقا. سلام. همینجا صبر کنید، الان با خواهرتون آشنا میشید. انو، پریا، سوبان. بچه ها، این خواهر پریاست، این خواهر سوبان و این خواهر انو. این 2 هم خواهرای جدید شما. ولی اینا آره، اینا از این به بعد با ما زندگی میکنن. بچه ها هر چی لازم داشتید به خواهراتون بگید. ها؟ خواهر سیتا. بله، با من کاری داشتیم. خواهر سیتا به اینا سر سامان و جای خوب بده. باشه باشه حتما. فهمیدم، اتاق خواهراشا خالیه. میتونیم این 2 رو اونجا ببریم. بریم. بهتره اون اتاق عقبی رو خالی کنی و ببریشون اونجا. لیاقتشون فقط اونجاست، نه اتاق خواهر آشا. شما کجا دارین میرین؟ چی شده؟ اونا بدرفتاری کردن؟ خواهرای ما؟ اینا خواهرای ما هن؟ چرا ما باید قبولشون کنیم؟ اصلا تا حالا کجا بودن؟ چرا نباید این کارو بکنین؟ گناه اونا چی بوده؟ چرا باید از بچه‌هایی نگهداری بکنیم که در کنار مردی بودن که قاتل مادر ماست؟ چرا همه چیزو فراموش کردی؟ تو چطور از پدر متنفری اون وقت بچه‌هایی رو که اون دوستشون داره به خونت میاری؟ این که من کیو دوست دارم و از کی متنفرم اصلا مهم نیست. شما به من بگید گناه این دوتا بچه کوچولو چیه؟ اونا معصومن، یتیمن و از حالا به بعد این 2 اینجا زندگی میکنن و کسی هم حرفی نداره. شما از امروز اینجا میمونید و جایی نمیرید. اگه کسی باتون بدرفتاری کرد از روی قصد و نیت نبود، اونا هیچ منظوری نداشتن. این قانونیه که باید اجرا بشه.
سیما چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب به من بگین ببینم. آخه چرا گریه میکنی؟ حرف بزنید. بهم بگین چی شده؟ چی شده؟ چرا اینجا وایسادین؟ آقا 3 تا خواهراتون رفتن. کجا رفتن؟ خونه سیما خانم. پریا سوبان آنو من میدونم شما 3 تا ناراحت هستید، اما بهتره برادرتون رو ببخشید و برگردین خونه. من که همه چیز به شما گفتم، چیزی رو پنهان نکردم. شما خودتون بهتر از هر کسی میدونید که من چقدر شما رو دوست دارم و با هیچ چیز حاضر نیستم عوضتون کنم. خواهش میکنم برگردیم. خواهش میکنم. خواهر بهش بگو ما حاضر نیستیم به اون خونه برگردیم. آنا من خودم شنیدم چی گفتی. اصلا نیازی نیست که حرفت از دهن کس دیگه ای هم بشنوم. برای چی باید دوباره به اون خونه برگردم؟ اینا حاضر نیستن حرف تو رو گوش کنه. من با تو حرف نزدم، با اون 3 تا حرف زدم. خب چه فرقی میکنه؟ منم خواهرتم. تو ممکنه خواهر اونا باشی ولی خواهر من نیستی. تو هر چیزی رو که میتونست بین ما وجود داشته باشه از بین بردی. تو زندگی تو نابود کردی ولی اجازه نمیدم با زندگی بقیه هم این کارو بکنیم. کارن تو نمیتونی به جای اونا تصمیم بگیری. این 3 تا نمیتونم مثل تو فکر کنم. باید خودشون تصمیم بگیرن. منو مجبور نکن دست به کاری بزنم که دلم نمیخواد. تو هیچ حقی نداری. اینجا خونه منه. تو هم اجازه ورود به اینجا رو نداری. برید تو. جای اون اینجا نیست. بگو بیان خونه. اون 3 تا خواهرای من هستن و اختیارشون هم دست منه. با سیما هم کاری ندارم چون همسر توی. خودتون میدونید که چیکار باید بکنید. مسئلهش فقط به تو مربوط میشه. اون دیگه خواهر من نیست. اون گفت که من خواهرش نیستم. اون گفت من براش غریبه هستم. اون منو خواهر خودش نمیدونه. چرا انقدر خودتو ناراحت میکنی؟ تو که اونو میشناسی از این حرفا زیاد میزنه. تو جدی نگیر. خواهر ما پیش اون بر نمیگردیم. همش که نمیشه حرف اون باشه. ما بر نمیگردیم. میدونین چی؟ اون باراج خیلی بد رفتار میکنه. من یه فکری دارم. یه کاری میکنیم که اونا با هم درگیر بشن. بعد با پلیس تماس میگیریم تا بیان اونو با خودشون ببرن. اون وقت دیگه نمیتونه برای کسی مزاحمت ایجاد کنه. به نظر من اینجوری خیلی بهتره. به به خیلی فکر خوبیه. دیگه بهتر از این نمیشه. آفرین. همتون با هم عقیده هستین. بهترین راه اینه که پلیس بیاد ببرتش. درسته اون خیلی گناهکاره، خیلی گناهکار. بزرگترین گناهش هم اینه که وقتی مادرش مرد و پدرش به زندان رفت از خواهرش نگهداری کرد تا اون بچه‌ها کوچکترین مشکلی پیدا نکنن. کار کرد تا اونا طعم نداری رو نچشن. گناه بعدیش این بود که نمیخواست کسی مزاحم خواهرش بشه، چون خودش هیچ وقت جوونی نکرد و اونو به پای خواهرش ریخت. گناه بعدیش این بود که عزت و شرف خواهرش و عزت خودش میدونست در حدی که همه به خونش تشنه شده بودن. واقعا حق با شماست. چنین برادری جاش فقط تو زندانه. اصلا به نظر من بهتره همتون برید از دست اون به پلیس شکایت کنید. اینجوری راحت میشین. اون برادر بدیه، به همه شما ظلم کرده. معلوم نیست چرا نمیذاره شما راحت زندگیتونو بکنید. اون 5 تا بچه رو دست تنها بزرگ کرده. هیچ وقت احساس کمبود نکردین. اون وقت شماها جمع شدین براش توطئه میکنین. آفرین به شما، خواهرای خوبی هستین.
پوجا حقیقت رو میگه. اون هر کاری که میتونسته برای شما انجام داده. اون نه بچگی کرده نه جوانی. فقط همیشه به فکر شماها بوده. اگه اون نبود شماها الان کجا بودین؟ هیچ فکر کردین ممکن بود چه بلاهایی سرتون بیاد؟ عشقی که اون به خواهرش داشت در نهایت منجر شد به این که 3 تا از اونا ترکش کنن، ما هم بی خبر ازدواج کنیم بدون اطلاع اون. من واقعا نمیدونم اون چطور میتونه این همه غمو تحمل بکنه. الان وقتیه که شماها باید در کنار اون باشید، بعد نذارید تنها باشه. اون جز شما هیچ کسو نداره. اون آدم با ارزشیه. اما راجا ما باید برگردیم، ولی با چه روی تو صورتش نگاه کنیم؟ من شما رو برمیگردونم و خودم با کارین صحبت میکنم. شما اصلا نگران نباشین. بریم. تو نمیخوای بیای سیما؟ وقتی با تو ازدواج کردم قسم خوردم که دیگه به اون خونه بر نگردم. به خاطر تو و قسمی که خوردم نمیتونم همراهتون بیام. من همینجا منتظر میمونم. کارن وای دخترای من، شماها برگشتید. خواهر سیتا، کارن کجاست؟ صبح حالش خیلی بد بود. از صبح که از خونه بیرون رفته هنوز بر نگشته. یعنی کجا رفته؟ راستش منم نمیدونم. شما بهتر باید بدونید آقا. معمولا وقتی ناراحت میشن کجا میرن؟ آره میدونم. کارن، ما میدونیم کار درستی انجام ندادیم. من اومدم از طرف همه از تو عذرخواهی کنم. ما رو ببخش کارن. پریا، سویان و آنو با اجازه تو به خونه برگشتن. ما نفهمیدیم با تو چی کار کردیم. میدونی من نمیخواستم بین ما کارن، من میخوام اختلافات آقا اونا راجی کشتن. راجی کشتن؟ باور کنید آقا، میتونید خودتون بیاین ببینیم. با چاقو کشتن. سیما؟ تو؟ همه این اتفاقا به خاطر تو بود. بیا تماشا کن، بیا ببین چه بلایی سر به سرم اومده. بیا خودت از نزدیک ببین. نگاه کن ببین بچه‌مونو کشتن. میبینی من هیچ کاری من دستای خودم خفت میکنم. تو پسر منو کشتی. اینجا بیمارستانه. شما اصلا میفهمین دارین چی کار میکنین؟ عجب آدمای بی‌ملاحظه‌ای پیدا میشن. دستتو بکش. انقدر سنگدل بودی، انقدر از اون کینه داشتی که این کارو باهاش کردی. سیما این حرفو نزن. من هیچ کاری با راج نداشتم. اول زندگی آشا رو تباه کردی، بعدم نوبت زندگی من شد. سیما باور کن من اصلا راجو ندیدم. تو دروغ میگی. تو از وقتی با من ازدواج کرد ازش متنفر بودی. منتظر همچین روزی بودی تا این بلا رو سرش بیاری.
راج اومده بود از تو عذر خواهی کنه، اون وقت تو این بلا رو سرش آوردی. از اینجا برو گم شد، از اینجا برو. پوچا تو حرف منو باور کن، من این بلا رو سر برادرتو نیاوردم. پوچا فریا، شما چطور درباره برادرتون اینطور فکر میکنید؟ چرا اینطور فکر میکنید؟ تو با ازدواج اونا مخالف بودی، برای همینم این کارو کردی. تو از اول از راج خوشت نمیومد، وگرنه اجازه میدادی اونا با هم ازدواج کنن. تو از اون متنفر بودی، از اون بدت میومد. ولی آنو نه به من دست نزن. دستای تو به خون آلوده است. حالا اون چطوره؟ هنوز مشخص چرا شرمن اونو دستگیر کنید؟ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ होती है माँ। یه نفر ضمانت شما رو کرده. بفرمایید قربان. برادر بیا برادر، پدر حالش خیلی بده، اون میخواد هر طور شده تو رو ببینه، فرصت خیلی کمه. بیا برادر، بیا بریم. کارن من کجاست؟ کارن پسرم. آقا کارن اومده. تو اومدی پسرم؟ یعنی من قبل از مرگم تونستم تو رو ببینم؟ بالاخره تونستم پسرمو ببینم، بالاخره تونستم. دوست نداشتم وقتی دارم میمیرم از من متنفر باشی پسرم، دوست نداشتم. اما عزیزم باور کن من در مورد مرگ مادرت بی تقصیرم. میدونم که تو منو قاتل میدونی، اما به جان خودت، به خاکستر مادرت قسم میخورم من بیگناه. وقتی مادرت بیمار بود دکتر یه نسخه نوشت، از من خواست که اونو تهیه کنم تا بعد بتونن اونو عمل کنن. من رفتم اون نسخه رو بگیرم ولی پول نداشتم. ببینید ما میتونیم کارهای خیلی خوبی رو با هم شروع کنیم، کارهایی که به نفع هر دوی ما. بسیار خوب، ولی چطور شروع کنیم؟ سلام. ببینم حال همسرت چطوره؟ اون حالش خیلی بده.
دکتر گفته اون باید عمل بشه وگرنه میمیره. من به مقدار کمی پول نیاز دارم وگرنه همسرمو از دست میدم. باشه، من تا آخر عمر مدیون شما صبر کن، من الان برمیگردم. واقعا ازتون ممنون. آروم باش، همه چیز مرتب میشه. تو قلب پاکی داری، مطمئن باش اونا بهت کمک میکنن. سرجی چی شده؟ تو؟ حالا حالیت میکنم. تو چرا اینا رو کشتی؟ چرا کشتیشون؟ چرا این کاری کردی؟ برای چی اونا رو کشتی؟ ساکت. زن تو مریضه مگه نه؟ میخوای عملش کنی درسته؟ بیا بگیر. من برو زن تو مداوا کن. برای تو آخه برای چی اربابو کشتی؟ ای بارما این چی داره میگه؟ معلومه چی میگه. یه جوری حالیش کن. بیا این پولو نه من تو نمیخوام. کاریت نباشه این پولو بگیر و برو، من درستش میکنم. بقیه کارا با من. برو. این پول از حساب من به تو داده میشه، خیالت راحت باشه. برو دیگه. چرا این کاری کردی؟ آره خب پیش اومد، غافلگیر شدم. تو وکیل خوبی هستی، یه جوری ثابت کن که کار من نبوده. باید زودتر میرفتم پیش دکتر. بعد پلیس منو دستگیر کرد به جرم قتل ارباب همسرش. منو با خودش برد. ورما به من گفت کاری میکنه که حکم قتل از رو دوش من برداشته بشه و بیگناهیم ثابت بشه، اما عکس این کار انجام داد و منو مجرم دونستن. جلسه دادگاه با محکومیت من به پایان رسید. اون وقت بود که همه چیزو فهمیدم. مادرتون مرد و از دست منم کاری ساخته نبود. من سالها تلاش کردم تا حقیقت رو به شما بگم، اما نفرت همه شما این اجازه رو به من نداد. پسر حالا آخر اون بار غم از رو دوشم برداشته شد، دیگه با آرامش میمیرم. من تمام این سالها غم دوری همسر و فرزندانم و تهمت و گناه و تحمل کردم. خیلی برام سخت میکنم. خواهش میکنم آروم باش پدر جان. منو ببخش پدر. تو چی گفتی؟ منو ببخش پدر جان. من دارم درست میشنوم. هنوز زندم و با گوشای خودم دارم این حرفا رو میشنوم. من تو زندگیم فقط یه هدف داشتم، به اون هدفم هم رسیدم. از دست سرنوشتم یه لایه‌ای ندارم، اما پسرم یه نصیحت برات دارم. هیچ وقت دشمناتو دست کم نگیر. بهشون اجازه نده زندگی تو تباه بکنن. پسرم به همشون ثابت کن که تو بیگناهی. قوی باش پسرم، قوی باش. به همشون ثابت کن بیگناهی. قوی باش. تو میتونی. تو باید بتونی.
دبراتینگ 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 چی شده وارما؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ یه نفر هست که باید سریعا کشته بشه. دارم اون کارن لعنتی رو میگم. اون عوضی میخواسته پسر منو بکشه. باید هرچه زودتر کارش تموم بشه. من دیگه طاقت ندارم. تمومش کنید. شما برای چی میخندید؟ یادت برما، یادت بهت چی گفته بودم؟ اگه خوب فکر کنی همه حرفامو به خاطر میاری. همه شو برما. میدونی مونا خیلی برام عجیبه. اون که آدم باهوشی بود. چطور یادت نمیاد؟ اشکالی نداره. سعی میکنم یه چیزایی رو به خاطرت بیارم. باید بدونی پسر تو رو کارن با چاقون نزده، ما زدیم. اما خب از این کار یه هدفی داشتیم. با یه تیر دونشون زدیم. برای همینه که الان تو اینجایی. فهمیدم. حالا همه چیزو فهمیدم. اشتباه اصلی از من بود که زندگی تو رو نجات دادم. آره اشتباه از خودم بود که تو رو به اینجا رسوندم دفرج. اما یادت باشه هنوزم اگه بخوام میتونم هر کاری که اراده کنم انجام بدم. دفرج اصلا خودتو ناراحت نکن. اصلا مهم نیست. خب تو گفتی میخوای یه کارایی علیه ما بکنی، درسته؟ اینجا دادگاه ماست. تو میستی؟ من مجازاتت میکنم. پیاده شو. رام اینو سریع برسون بیمارستان. تان ببرش. برو.
شده؟ من میدونم کی اون بلا رو سر راج آورده. کارن واقعا بیگناهه. اگه کارن نبود من الان زنده نبودم. اون واقعا بیگناهه. سیما برادر تو جون ما رو نجات داد. اون یه مرد واقعیه. پدر کارن، ما همه میدونیم که رفتار خیلی بدی با تو داشتیم و در حقت بی‌انصافی کردیم، ولی ازت میخوایم که ما رو ببخشی کارن. و تا وقتی که ما رو نبخشی ما زندگی راحتی نخواهیم داشت. خواهش میکنم ما رو ببخش. کارن پوجا، من نتونستم ثابت کنم که راجا رو زخمی نکردم. نتونستم اعتماد تو رو جلب کنم. بنابراین با کسی ازدواج کن که بهش اعتماد داری. برادر خواهش میکنم ما رو ترک نکن. خواهش میکنم ما رو. بچه‌ها، شما دیگه نیازی به من ندارین، بزرگ شدین.
هر کدوم یه خانومی. دیگه لازم نیست که من اینجا بمونم. واقعا نیازی نیست. موندن من اینجا دیگه بیفایده است. نرو کاره. خواهش میکنم.